سلام دوست عزیزم، امیدوارم که شاد و سلامت باشید. با این جلسه بی‌نظیر اومدیم به نام قانون انتظار. در این جلسه شما یاد میگیرید که انتظار چیه و انتظارات رو باید از چی و چه کسی داشته باشید و انتظارات رو باید چگونه مدیریت کنید. انتظار خیلی مهمه، یک واژه‌ای هستش که خیلی جاها واسه ما آزاردهنده است و خیلی جاها برای ما مفیده. ما مثلا انتظار داریم از این که یه سری کارهای مفید انجام میدیم بازخوردهای مفید بگیریم. دقت کردید؟ این انتظارات خوب و درستیه. ولی یه سری انتظارات داریم مثلا از خواهرمون، برادرمون، اطرافیان، اطراف غیر از انرژی که درون ماست که بهش میگیم خدای درون و غیر از خودمون، از کس دیگری انتظار داریم اونها انرژی ما رو میخورند و ما رو منفی میکنن و حس ما رو بد میکنن. خب میخوام با مثال براتون توضیح بدم. یک شخصی برای اینکه ازدواج کنه میگه آقا من برای ازدواج کردنم نیاز دارم به این که خانه داشته باشم، خرج عروسی داشته باشم، پول داشته باشم و چیزهای مختلف داشته باشم و با استفاده از پول پدرم باید اینها به دست بیاد. میره پدرش میگه پدر جان من میخوام عروسی کنم، خونه میخوام، خرج عروسی میخوام، این میخوام، اون میخوام، شما لطفا اینا رو متقبل شو. پدرش هم حالا مثلا میگیم یک شخصی که مثلا داره و موقع دادنش هزار جور مثلا مثلا میگه آقا من نمیتونم و سخته و کمترش کن و نمیدونم یه خونه پایین تر حالا بگیری اشکال نداره و حالا چند سال توی خونه باشین باز مثلا برای خونه بهتر بگیرین و این چیزا و یک سری چیزهایی که میخوای بر اساس اون خواسته های خودت نمیشه، مجبوری که بر اساس خواسته های اون شخص بیای زندگی خودت رو رقم بزنی. چرا؟ چون از اون داری استفاده میکنی، از اون داری پول میگیری، از اون داری درخواست میکنی. این انتظار منفیه و اعتماد به نفس و عزت نفس شما رو پایین میاره. آقا یعنی ما نباید از پدر خودمون بخوایم، نباید از نزدیکترین کسی خودمون بخوایم، نباید بخوایم. باید این انتظارات رو خط بزنید و باید از خودتون بخوایم و خدای درونتون. خدا کجاست؟ در تمام تک تک سلول‌های بدن ماست. باید از خودت بخوای و خدای درونت. اگر شما این قانون رو رعایت نکنی حالت بد میشه، انرژی منفی میگیری، حالت میره به سمت این که من بدبختم، من گرفتارم، کسی رو ندارم. این حالت برات پیش میاد. وقتی این حالت برات پیش بیاد اصلا دیگه حال و حوصله اینو نداری که ایده بدی، خلاقیت به خرج بدی، بیای رو خودت کار کنی، بیای آموزش ببینی، بیای تلاش کنی، توی کاری که عاشقش هستی، توی کاری که بهش علاقه داری بیای تلاش کنی و تو اون کار پیشرفت کنی. اصلا این کار رو انجام نمیدی و این طبیعیه، این واقعا طبیعیه و من به شما حق میدم. منم همینجوری بودم اما تغییر کردم. با شکرگزاری و سپاسگزاری و فهمیدن قوانین جهان هستی تغییر کردم. شما الان دارید این قوانین رو میفهمید، پس باید تغییر کنی. آگاهی خودش آموزشه. الان من از شما میخوام که این تغییرات رو بپذیری. چرا؟ چون که تو این کلاس شرکت کردی، اومدی و میخوای نتیجه بگیری. اگر میخوای نتیجه بگیری پس باید این تمرینات رو و این آگاهی ها رو بپذیری و اجراشون کنی. برای خودت باید ملزم کنی، برای خودت باید اجبار کنی. خودت برای خودت باید اجبار کنی. خودت باید رئیس خودت باشی، نه اینکه من بیام به تو بگم این کارو بکن اون کارو نکن. اگر میخوای تغییر کنی بسم الله. اگر نه میخوای به همون روش قدیمی بخوای پیش بری، من نمیتونم واقعا بهت کمکی کنم و تنها کسی که میتونه بهت کمک کنه خودت هستی و خدای درونت. پس حرف منو جدی بگیر. انتظاراتی که از دیگران داری رو باید بذاری کنار. حالا میخوام معایب انتظار داشتن از دیگران رو به دونه بدونه بگم. اگر شما از دیگران، حتی از پدرت، مادرت انتظار داشته باشی، یک، یاد نمیگیری چجوری مسئله رو حل کنی. مثال میگم، پدر شما مسئله ازدواج شما، خانه شما رو حل کرده،
جلوتر میری یک مسئله دیگه میاد، مثلا کلاس بچه‌تون، خرج زایمان همسرتون، خرج تولد بچه‌تون، خرج نمیدونم مسافرت، خرج این، خرج اون، هزار تا چیز مختلف تو زندگی هست. شما نمیتونی این چالش ها رو حل کنی چون یک چالش رو تا حالا حل نکردی. ماهیگیری بلد نیستی، تو شما همش ماهی دست دادن و ماهی رو خوردی و اگر اون ماهیگیر نباشه که پدرت باشه یا هر کسی که بهش وابسته شدی بعدش انتظار داری، شما از بین میری، شما از گشنگی میمیری، نمیتونی. خیلی از آدما رو من میشناسم که بهشون پدرشون مادرشون میلیاردها تومان سرمایه داده، کارخونه، نمیدونم املاک، چیزهای مختلف داده، ولی اونا چون که بلد نبودن چالش حل کنن در ادامه زندگیشون کامل تمام مال اموال پدر مادرشون از دست دادن و تبدیل شدن به یک انسان بسیار ضعیف، فقیر و بسیار بسیار ناتوان. چرا اون همه ثروت و مال از دست رفت؟ چون اونا اصلا بلد نبودن که از این مال نگهداری و اونو افزایش بدن. شما الان بیشترین مال ممکنه هم داشته باشید، بیشترین درآمد ممکنه هم داشته باشید، در طی چندین سال اگر بلد نباشی این مال رو مدیریت کنی، اگر بلد نباشی این سرمایه رو، ثروت رو که در بخش حالا بازاریابی اینا بهتون میگم بیای افزایشش بدی، سرمایه گذاریش کنی، از دستش میدی، به راحتی از دستش میدی. نه اینکه بخوام بگم مثلا خیلی سخت و محاله، نه، خیلی سسوده از دستش میدی. پس یکی از معایب مهم انتظار داشتن اینه. عیب دیگه انتظار داشتن چیه؟ عزت نفس و اعتماد به نفس شما رو میره پایین. چرا؟ چون همش باید از یک شخصی خواهش کنی. خواهش میکنم ازت، تمنا میکنم ازت، یا باید لج کنی، باش دشمنی کنی، مثلا با پدر مادر قهر میکنی، دعوا میکنی، اگر تو این کار باز من نکنی من دیگه خونه تو نمیام، دیگه پا تو خونت نمیذارم، دیگه اسمتو نمیارم. این رفتارها کاملا داره شما رو میندازه وسط یک میدون جنگ با خودت. فکر نکن که داری با پدرت و مادرت میجنگی، یا نه، تو داری با خودت میجنگی. فکر نکن از اون شخصی که انتظار داری از اون داری انتقام میگیری و باهاش داری میگی من حرصشو در آوردم، من بهش فهموندم که باید این کاری که من میگم انجام بده. نه، این اشتباه رو نکن. شما وقتی با اون شخص میجنگی داری وقت و زمان خودت رو صرف جنگیدن با اون شخص میکنی که اون وقت و زمان رو میتونی بذاری واسه این که ایده های خودت رو رشد بدی. میتونی وقت و زمان رو بذاری برای این که خودت رو بیشتر بشناسی، استعدادهای خودت رو بیشتر شکوفا کنی، آموزش ببینی. اما وقتی میری داخل یک میدون جنگی که نتیجه‌ای نداره جز این که فقط عزت نفس و اعتماد به نفست بیاد پایین، چی میشه؟ اون زمانی که باید بذاری برای رشد خودت رو از دست میدی. واو واو واو، چقدر بده که آدم تو این شرایط قرار بگیره. و حسرت واقعی همینجاست. حسرت واقعی همینه که شما زمانی که میخوای تغییر بکنی میبینی که آخ من اینجاها رو اشتباه کردم. کاش من اون موقع به جای اینکه دستامن مادرم بیفتم، دستامن پدربزرگم بیفتم، دستامن داییم بیفتم، خالم بیفتم، فلان بیفتم، کاش که خودم میرفتم و اون کار رو انجام میدادم. بعضی وقت میگه حق با منه، این ارث منه، این ارثیه منه، این نمیدونم حق طبیعی منه. من دارم به شما همینجا دارم میگم یکی دیگه از ضررهایی که شما با انتظار داشتن به دست میاری این هستش که دور فراوانی و روزی زیاد از طرف خداوند رو خط میکشی. چرا؟
چون شما اومدی از غیر خدا درخواست کردی که آقا بیا به من پول بده، مال بده، ثروت بده، علاقه بده، عشق بده. از غیر خدا درخواست کردی که بهت عشق و علاقه و شوهر و نمیدونم زن و نمیدونم پول و طلا و زمین و اینا بده. حالا برای نمونه های واقعی توضیح میدم جلوتر که انتظار شد در زندگی خودم اتفاق افتاده. از دست میدی. خداوند مهربونه، خداوند ارحم الراحمینه، ولی خداوند جواب افرادی رو میده که ازش بخوان، از اون فقط بخوان، نه اینکه بگه از ایکس به از حاجی، از باجی، از این، از اون، از همه بخوان و در نهایت به خدایا تو چرا ما رو نمیبینی؟ من این همه تلاش دارم میکنم، این همه دارم میگم به این اون میگم، چرا نمیکنی؟ خدا میگه تو ما رو مسخره کردی؟ واقعا مسخرهش کردی؟ کسی که در تمام تک تک سلول های این جهان هستی وجود داره، خدای بزرگ ما در تمام تک تک سلول های جهان هستی وجود داره، این رو رها کردیم چسبیدیم به چی؟ آدمی که فقط در وجود خودش وجود داره و میگیم اون باید واسه ما درست کنه، اون باید بره یه 4 نفر رو ببینه واسه ما درست کنه، اون باید بره ضامن ما بشه. نه، من زمانی که میخواستم ازدواج کنم همه میگفتن آقا این پدر خانوم شما که الان شما رفتی خواستگاریش، این پدر این دختر خانوم اصلا به غریبه ها زن نمیده، نمیذاره ازدواج کنم با غریبه ها، دوست داره که از اقوام و از آشنایان خودش باشه که ازدواج کنم باشه با دخترش. من برای اینکه این قانون رو فهمیده بودم نرفتم دست دامن این و اون نیفتادم، حتی پدر مادر خودم که آقا برو دست دامن بیا، برو خواهش کن که حتما این ازدواج صورت بگیره، نکردم این کارو. اومدم نوشتم خدای شکر سپاسگزارم از اینکه این ازدواج صورت گرفت، خدای شکر سپاسگزارم از اینکه این همسر برای من اومد. قبل از اینکه اصلا اتفاق بیفته از خدا خواستم و به خاطر اتفاق افتادنش سپاسگزاری کردم. حالا در قوانین متافیزیکی به شما یاد میدم چجوری سپاسگزاری کنید. فقط از خدا خواسته بودم. مادر من نگران بود، پدر من نگران بود، آقا چی میشه؟ اینو جواب منفی میدن، جواب مثبت میدن، نمیدونیم. من خیلی عادی بودم. من گفتم هر چی خدا بخواد، اگر قسمت من باشه میشه، اگر قسمت من نباشه و خدا نخواد نمیشه، بهترش میاد. این خیلی مهمه، این باور خیلی مهمه که در خودت بسازی که خدا رو شکر خیلی راحت پدر خانوم من خدا در دلش انداخت و این اتفاق افتاد و ما ازدواج کردیم. و بعد از اینکه ازدواج کردیم من نیاز مالی داشتم برای پول طلا. یعنی وقتی عروسی موقع بکنی پول طلا باید بخری برای همسر در عروسی. حالا در شهرهای مختلف متفاوت، هدایایی که در عروسی به عروس خانم هدیه میدن. من 50 میلیون تومان پول کم داشتم. برای به دست آوردن این 50 میلیون تومان دوباره نرفتم از پدرم، مادرم، برادرم ایکس ایگرگ بپرسم 50 میلیون پول داری من قرض بدی؟ 50 میلیون پول داری من بدی؟ تو رو خدا 50 میلیون من بده. 50 میلیون اگه بهم ندی من دیگه اسمت نمیارم. دیگه اصلا نه من نه تو. این کار نکردم. چون قانون انتظار رو میدونستم دوباره رفتم از خدا خواستم. خداوند من فقط از تو میخوام این 50 میلیون تومان رو به من بده. این 50 میلیون رو خدا شکر من دادی. حس میکردم که دارمش. در از 20 روز 25 روز 20 الی 25 روز دقیق یادم نیست. یه دفعه دیدم یه صبح بلند شدم دیدم تو اس ام اس ها 50 میلیون تومان اس ام اس پاریزی دارم. خدایا کی ریخته واسه من؟ از کجا اومده؟ پول از غیب اومده؟ چجوری اومده اصلا این؟ زنگ زدم در جواب پدرم، چون معمولا اتفاقای اینجوری نادر میفته. آدم زنگ میزنه به نزدیکترین کساش دیگه، آقا این نفر واسه من 50 میلیون تومان پول ریخته. از کجا اومده این پول؟ چجوری اومده؟ و من ریختم. تو ریختی؟ تو گفتی من
پولی زیاد ندارم، چی ندارم، آقا اینو واسه جور کردم. گفتم میخوای طلا بگیری اینا بگیری، دست بالت خالیه، این 50 تومنم کمک خرج هزینه عروسی بودم، تو از من فهمیدی 50 میلیون باید بدی. خب مگه تو 50 میلیون می‌خواستی؟ گفتم آره. نمیدونم، یه دفعه تو دلم افتاد که 50 میلیون تومان بهت بدم. و این داستانی دارم بهت میگم واقعی واسه زندگی خودم دارم بهت میگم. من انتظارات رو برداشتم، این قانون انتظار رو اجرا کردم که این اتفاق افتاد. اگر من میرفتم دست به یقه پدرم میشدم آ تو چرا نداری، چرا نمیدی، چرا فلان میگی، هیچ وقت این اتفاق نمیافتاد. چه بسا الان با این آگاهی که دارم مطمئنم که حتی اگر پدر من هم نبود، پدرم اصلا نبود، خب خیلی اصلا پدر مادر ندارن، اصلا خداوند از یک جای دیگری برای من این رو میرسوند. چجوری من نمیدونم واقعا. این دیگه به ما رفت، ما فقط کارمون بندگی، ما فقط کارمون اینه که از خدا بخوایم، همین کارمون دیگه چیزی دیگری نیست که. و این اتفاق قشنگ و خیلی عالی افتاد. شما باید این آگاهی رو در خود ایجاد کنید. و میرسیم به بخش بعدی که در بخش‌های بعدی تمام این آگاهی ها ذره ذره برای شما قوانین جهان هستی رو باز میکنه و شما یاد میگیری که آقا من واقعا چطوری باید عمل کنم. پس فهمیدی انتظار داشتن چه بلایی سر شما میاره. حالا تمرینی که برای این جلسه میخوام بهتون بدم تمرین بسیار بسیار مهم و مفیدیه و بسیار بهتون کمک میکنه که شما این قانون انتظار رو درک کنید. در صفحه‌ای که دارید، در برگه‌ای که دارید، اون دفتری که دارید، توی برگه‌اش میایید تمام انتظاراتی که از همه دارید، انتظار عشق، انتظار نمیدونم رابطه، انتظار پول، انتظار طلا، انتظار زمین، انتظار ارث، انتظار نمیدونم محبت، انتظار سلام کردن، انتظار نمیدونم مورد توجه قرار گرفتن، انتظار نمیدونم، همه انتظاراتی که دارید رو همه رو بنویسید. من انتظار دارم که پدرم به من زمینی که مثلا در فلان جا داره رو بده. من انتظار دارم از برادرم که مثلا به من اون فلان ارثی که دستش هستش رو نصفش رو به من بده. من انتظار دارم از همسرم که به من محبت کنه. من انتظار دارم از بچه‌م که با تربیت باشه. من انتظار دارم از فلانی اینجوری باشه. من انتظار دارم از اون اینجوری باشه. من همه انتظاراتتو بنویس. همه انتظاراتی که از غیر خودت و خدا داری رو بنویس. در جلوی اون انتظار مثلا نوشتی من انتظار دارم که پدرم به من یک ماشین 0207 هدیه بدهد. جلوش بنویس خدا به من 207 هدیه میدهد. تمام انتظارات نوشتی، جلوش خالی بذار، جلوش بنویس خدا برام میسازه، خدا برام میده، خدا بهم میده، خدا برام فراهم میکنه، من از خدا میخوام. و هر روز این صفحه رو بخون تا 21 روز. دقت کن، به تمرینات دقت کن. از این بعد دیگه تمرینات دیگه عدد داره، روز داره، باید دقت کنی که دقیق انجام بدی. چه ساعتی انجام بدم؟ هر ساعتی، ولی صبح‌ها بهتره. سر صبح یه یادآوری خوب بهت میشه، با حس مثبت میری سر کارت. هر روز اینو میخونی. پس تمرینات رو انجام بده. انتظار شما رو بیچاره میکنه، بدبخت میکنه. وقتی انتظارات رو میایی شناسایی میکنی و اینجوری همه رو میندازی روی گردن خدا که حقم هستش و خودش خواسته، خودش گفته این کار رو انجام بدی، میبینی که آخیش من سبک شدم، من اصلا راحت شدم، چقدر خوب شد، خدای شکرت که این اتفاق خوب افتاد. بله اتفاق خوب میفته و خودت رو دعا میکنی و انشالله که منم دعا میکنی، میگی که بهادر دمت گرم که اومدی این حرف ها رو به ما زدی و ما تونستیم تغییر کنیم.
من بهادر توافیان دارم به شما دارم میگم اینها رو لمس کردم، اینها رو چشیدم. حاصل 10 سال تلاش کردن، بالا پایین کردن، زندگی، تحقیق، آموزش دیدن و تجربه کردن واقعی خودم رو دارم به شما میگم. پس اینا رو جدی بگیر دوست من، الکی خودتو گول نزن. من همه اینا رو میدونم. اگه اینا رو میدونستی الان اینجا نبودی. الان شما اگر اینا رو میدونستی الان خود شما اصلا هیچ مشکلی نداشتی. اگر مشکلی وجود داره، یکی از دلایلی که مشکلی وجود داره و شما به جذباتون نمیرسی، شما به اون چیزایی که میخوای نمیرسی، همین انتظاره، همین قانون انتظار. پس با دقت بهش نگاه کن، این دوره رو چندین بار ببین، متوجه بشین قضیه چیه. امیدوارم که شاد و سلامت باشید. حتما این کلاس رو با دقت ببینید، تمرینش رو انجام بدید و عشق خدا در تک تک سلولهای زندگیتون باشه. امیدوارم که شاد و سلامت باشید. جلسات بعدی رو با هم دیگه همراهیم.